سلام. من نزدیک 12 سال عقب رفتی زانو داشتم. پیش خیلی از دکترهای ایران رفتم، جواب نگرفتم و ناامیدم کردم. نزدیک 300 الی 400 جلسه فیزیوتراپی رفتم، نتیجه نگرفتم. تا اینکه با خانم دکتر شمیلی مشاوره گرفتم، با ارسال داروهای ترمیمی، آمپول ترمیمی، عقب رفتگی زانوم برطرف شد و هیچ مشکلی ندارم. و این که بگم خانم دکتر شمیلی معجزه کرد.